سلام دانش آموزای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. بچه‌ها امروز اومدیم با فیزیک 12 فصل اول حرکت شناسی. همینجور که قطعا خیلیاتون میدونید فصل حرکت شناسی از اون فصل‌های به شدت مهم هستش. از اون ور تو کنکور سراسری 4 تا سوال مستقیم داره و توی امتحان نهایی 4 نمره اول برگستا. یعنی اگر اول امتحان اون 4 نمره رو خیلی خوب و پر انرژی جواب بدی، هم 4 نمره‌شو گرفتی، هم با یه انرژی مثبت میری سراغ ادامه سوالات و بقیه سوالات رو پاسخ میدی. این فصل حرکت شناسی یه کوچولو برای بعضی از بچه‌ها سخته. اما چرا سخته و چجوری ما می‌خوایم آسونش کنیم واسهشون؟ چون که مباحثش کامل به همدیگه پیوسته است و کتاب یه خورده گنگ راجبش صحبت کرده. ما اومدیم اینجا تمام مباحث رو یه پیوستگی خیلی قشنگی بهش دادیم که تو بتونی راحت پشت سر هم مباحث رو یاد بگیری و بلا فاصله که هر مبحثی رو گفتیم اول سوال مهم کتابش رو حل کردیم. تو کتاب درسی سوالات مهمی بوده که اونها رو آوردیم اینجا تو داخل جزوه برات قرار دادیم، اونها رو حل کردیم واسط. بعد از اینکه سوال کتاب درسیش رو حل کردیم رفتیم سر وقت چی بچه‌ها؟ سوالات امتحان نهاییش و اونها رو هم با هم بررسی کردیم. از امتحان نهایی سال 97 98 که کتاب نظام جدید شد شروع کردیم تا امتحان نهایی 403. و بعد هم تو هر مبحث وقتی که به اتمام میرسه یه سری از سوالات کنکوری که سوالات خوب و روتینی هستن که تو کنکور میان و مهمتر از همه طراح وقتی میخواد سوالو سختش کنه چیکار میکنه؟ میاد سوال کنکور رو مینویسه به صورت تشریحی میده تو امتحان نهایی. اون سوال هست تو امتحان نهایی وقتی 11 بودی پارسال میرفتی سر جلسه نشستی دیدی امتحان نهایی سخت بود، همون سوال کنکورایی بود که تغییر داده بود و نوشته بود به صورت تشریحی و اونها رو هم قرار با هم دیگه کار بکنیم. مرسی از شماها که این ساعت با ما هستید. میخوایم بریم فصل رو با هم دیگه شروع بکنیم. اگر دوستی هم یه خورده دیرتر به ما اضافه شد کلاس امروز رو ما به صورت ضبط شده در اختیار بچه‌ها قرار خواهیم داد و جلسه اول برای همه دانش آموزان به صورت رایگان پخش میشه. بریم سراغ فصل 1 سال 12 حرکت شناسی. توی فصل 1 بچه‌ها اولین موضوعی که ما می‌خوایم با همدیگه راجبش صحبت بکنیم و اولین مسئله که وجود داره 2 تا واژه است به اسم مسافت و جابجایی. مسافت و چی؟ جابجایی. فکر کن من اومدم یه کف خیلی تمیز برقش انداختم، اونا که مکسی کردم می‌خوام قشنگش برق مینداختم. کف زمین رو کامل تمیزش کردم سفید. یه کفشم پام گلی. قشنگ میام قدم میزنم روی این. قدم برمیدارم. چی بچه‌ها روش باقی میمونه؟ رد پای من روش باقی میمونه. بیا اینجا رو ببین. طرف از اینجا شروع کرده به حرکت، تمام رد پاهاش باقی مونده. به این مسیری که من طی کردم، به این مسیری که من رو این صفحه سفید جای پاهام رد پاهام باقی مونده، میگم چی بچه‌ها؟ مسافت. پس مسافت عملاً همون رد پای من موقعی که دارم حرکت میکنم. مسافت اون چیزی که واقعاً داره اتفاق میفته. اون حرکتی که من از اینجا شروع کردم دارم میرم یکم اینوری، یکم به این سمت و حرکت خودم رو دارم انجام میدم. حالا مفهوم بعدی که ما می‌خوایم راجعش صحبت کنیم مفهومی به اسم جابجایی. جابجایی چیه؟ میگم تو وقتی حرکت رو شروع کردی از این نقطه شروع کردی راه رفتی تا رسیدی به این نقطه. جابجایی یعنی مسیر مستقیمی که توسط یه بردار از نقطه شروع به نقطه پایان وصل میشه. اینجا رو خوب دقت بکن. من از نقطه شروع رفتم تا سمت نقطه چی؟ پایان. به این میگن بردار جابجایی. چی میگن بچه‌ها؟ بردار جابجایی. بردار جابجایی یعنی چی؟ یعنی نقطه شروع رو با یه پیکان وصل کنی به نقطه پایان. نقطه شروع به نقطه پایان. توسط چی؟ یه دونه پیکان. به این میگن چی بچه‌ها؟ جابجایی. به چی میگن؟ جابجایی. پس ما یه چیزی داریم به اسم مسافت، میشه کل مسیری که تو رفتی. کل مسیری که تو حرکت کردی و رفتی. مثلا یه بار یه 5 متر رفتی، یه 10 متر، یه 3 متر، یه 4 متر، همه رو با هم جمع میزنی میشه مسافت. مسافت جهتش مهم نیست. مسافت جهتش مهم نیست. چون جهتش مهم نیست میگیم مسافت یه کمیت چیه؟ نرده‌ای. اونهایی که جهت خاصی ندارن میگفتیم بچه‌ها کمیت‌های چی؟ نرده‌ای. پس مسافت نرده‌ایه. اما جابجایی یه برداره. پاره خط جهتدار یا برداری که بچه‌ها یا برداری که مکان آغازین رو به مکان پایانی وصل میکنه.
بهش میگیم بردار جابجایی. این بردار جابجایی ما بچه‌ها چیه؟ یه کمیت برداری هستش که جهت مشخص داره. تصویر رو خوب نگاه کن، بیا ببینم اینجا. مسافت رو داری میبینی؟ جابجایی هم داری میبینی. مسافت بزرگتر از جابجاییه. مسافت هیچ وقت نمیتونه از جابجایی کنه. هیچ وقتا اگه سوالی اومد گفت که میتواند مسافت کمتر از جابجایی باشه، میگی چیه؟ غلطه. مسافت همیشه بزرگتر مساوی جابجاییه. آقا یعنی چی بزرگتر مساوی؟ یعنی که همیشه بیشتره، مگر اینکه چی بشه؟ مساوی باهاش باشه. مسافت رو با ال نشون میدن و جابجایی با چی نشون میدن بچه‌ها؟ با دی نشون میدن. یکی ممکنه یاد از من پرسیده باشه که آقا میشه یه لحظه بگی کجاها مسافت جابجایی با هم دیگه برابره؟ میگم بیا ادامه. فکر کن اینجا نقطه A باشه، اینجا نقطه B. یعنی یه مسیر مستقیم رو من میخوام طی بکنم. این مسیری که من این رد پاهام افتاده. این مسیر رو من دارم طی میکنم. یه مسیر مستقیمه. برگشتی هم تو کار نیست. کلا همین حرکت رو دارم میرم جلو. بچه‌ها این شد مسافتم. میگم بیا جابجایی برام رسم کن. میگی نقطه شروع با یه بردار به نقطه پایان وصل میکنم. قبول داریم تو با هم دیگه برابرن؟ پس مسافت جابجایی میتونن با هم برابر بشن یا اینکه مسافت چی باشه؟ بیشتر باشه. اینجا رو ببین، میگه شرط این که مسافت جابجایی هم اندازه باشن، یعنی با هم دیگه چی باشن بچه‌ها؟ مساوی باشه. یعنی ال مساوی باشه با دی. دی رو نگاه کن، برداری گذاشتم چون جابجایی چیه؟ برداری. میگه باید شرطاش این است: یک، روی خط راست حرکت کنن بچه‌ها بدون بازگشت. سوال امتحان نهایی بوده همین جمله تو سوال امتحان نهایی برات استخراج کردم گذاشتم اینجا. بگو مسافت جابجایی اگر میخواد برابر باشه حرکت روی خط راست، بگو بدون بازگشت. منو ببین اینجا، من از این نقطه میخوام استارت کنم، میخوام حرکت کنم، دارم مستقیم میرم جلو. مسیر رو دیدید چجوری حرکت کردم؟ الان مسیری که اومدم مسافت جابجاییش با هم دیگه چیه؟ برابره. اما گفتم چی؟ بدون برگشت. ببین منو باز دارم میرم جلو رو مسیر مستقیم، برمیگردم باز رو همین مسیر مستقیم رفتم ولی دیگه مسافت جابجایی با هم یکی نیست، چون یه مسیر رفتی یه مسیر برگشتی. مسافت از جابجایی چی میشه؟ بیشتر میشه. بابت همینه میگه روی خط راست بدون برگشت. و اصطلاحاً بعدش میاد بهت میگه که بدون تغییر جهت. آقا من داشتم اینوری میرفتم برگشتم، اگه برگردی دیگه اوکی نیست. پس اگه میخوای اون تا با هم برابر باشن تغییر جهت نباید داشته باشی. و بعد هم راجع به علامت وی صحبت کرد که جلوتر با هم دیگه بهش میرسیم بچه‌ها. پس بگو ببینم مسافت جابجایی اگه خواست برابر باشه باید چیکار بکنیم؟ مسافت و جابجایی خواست با هم دیگه چی باشه بچه‌ها؟ برابر. رو خط راست بدون برگشت. بیا اینجا این شکل کتاب درسی رو با هم دیگه چک بکنیم. میگه که در هر حالت مسافت جابجایی رو مشخص کن. من با رنگ آبی اول مسافت‌ها رو مشخص میکنم برات. از این نقطه شروع کردم رفتم به این نقطه رسیدم. این مسافتی که من طی کردم. مسافتم مشخص کردم. اینجا از این نقطه شروع کردم به حرکت، رفتم تا نقطه 2، برگشتم تا نقطه چی؟ 3. این میشه چی بچه‌ها؟ مسافتت. حالا میخوام با قرمز جابجایی بهت نشون بدم. جابجایی یه بردار بود از نقطه شروع به نقطه پایان. بفرمایید. رو خط راست حرکت کردم بدون برگشت. مسافت جابجایی با هم چی شد؟ برابر. اینجا جابجایی رسم کن. نقطه شروع به نقطه پایان. نقطه شروع به نقطه پایان. خوب دقت کن. مسافتی که تو رفتی، مسافتی که رفتی با جابجایی یکی نیست. مسافت چیه؟ بیشتر شده. چرا بیشتر شده؟ چون که تو تغییر جهت دادی. چون تو رفتی برگشتی، مستقیم حرکت نکردی بدون برگشت. پس مسافت جابجایی با هم برابر نیست. من اینجا میگم مسافت بیشتر از جابجایی و اینجا میگم مسافت و جابجایی با هم دیگه چیه؟ برابر. این مفهوم رو یاد گرفتی کامل؟ حالا میخوایم بریم سراغ حرکتایی که دیگه اصلا کلا رو خط صاف نیستن. این تصویر رو ببین. میگه که من یه ماه رو دارم بررسی میکنم، از نقطه 1 رفته به نقطه 2. مسافت جابجاییشو بگو. آقا رد پاشو ببین، اینجا رد پاش افتاده. من به این مسیری که رد پاش افتاده میگم چی؟ مسافت. مسافت رو برات اینجا الان مشخص میکنم. من به این میگم چی بچه‌ها؟ مسافت. حالا جابجاییش کجاست؟
جابجایی پارخط جهتدار از نقطه 1 به 2. به این میگیم چی؟ جابجایی. پس جابجایی شد پارخط جهتدار یا همون برداری که نقطه شروع به پایان وصل میکنه، مسافت کل مسیری که رفتی. فهمیدی مطلبو؟ الان وقتشه بریم سراغ سوال. بدو بیا با من. سوال اول، صحیح غلط خرداد 401. میگه مسافت طی شده توسط متحرک کمیت نرده‌ایه. بچا درسته یا غلطه؟ مسافت نرده‌ای. آره دیگه، مسافت جهت خاصی نداره. پس میگیم چیه؟ درست. میگه در حرکت بر روی جا خالی و بدون تغییر جهت مسافت با جابجایی چیه؟ برابر. آها، اگر رو خط راست حرکت میکردم، در حرکت بر روی خط راست و بدون تغییر جهت مسافت جابجایی با هم برابره. آخری که هم دی 400 اومده هم شهریور 99. میگه پاره خط جهتداری که مکان آغازین رو به مکان پایانی وصل میکنه بردار چی نامیده میشه؟ باریکلا. بهش میگیم بردار جابجایی. میدونم که همتون درست گفتید. بریم ادامه بچه‌ها. آقا این خوندنیاشو فهمیدم. یه چند تا سوال برام حل میکنی؟ آره دیگه، نوبتی هم باشه نوبت حل سوال ازش. پرسش 3. میگه متحرک از نقطه A شروع به حرکت کرده، به مقصد چی میرسه ای؟ بچه‌ها آسونه برات. اگر واسط تازه داری یاد میگیری که دمت گرم، همراه ما بیا کامل همه چی یاد میگیری. اگه واسط آسونه، بدون که ما تو تمام کلاس همون قرار اول از صفر شروع کنیم، ولی میبریم تا 100 پله پله تمام مراحل با هم دیگه میریم جلو. اول مفاهیم اولیه، چیزایی که تو کتاب داریم، یه سری سوالات مشابه، بعد میبریم سوالات نهایی و بعد سوالات سطح بالاتر که واسه امتحان حتی سخت‌تر هم تو آماده بشی. میگه متحرک از نقطه A، اینجا نقطه A شروع به حرکت کرده به مقصد E. میگه مسافت پیموده شده به اندازه جابجایی متحرک کدومه؟ آقا فکر کن، من یه بار ازت چی خواستم؟ مسافت پیموده شده. یه بار ازت چی خواستم؟ اندازه جابجایی رو خواستم. بریم ببینیم چجوری حساب میکنم. مسافت میشه چی بچه‌ها؟ کل مسیری که رفتیم. بیا با هم. از A رفتم به B چقدر؟ 3 متر. اینا همش واحدش متر. از B رفتم به C 5 متر. C رفتم به D 6 متر. D رفتم به E 9 متر. مسیری که رفتی 3 5 6 9. با هم دیگه برای مسافت همه مسیرها رو چیکار می‌کنیم بچه‌ها؟ جمع می‌زنیم. برای مسافت همه رو با هم جمع می‌زنیم. 3 به اضافه 5 به اضافه 6 به اضافه 9. برو بریم. آقا 6 و 9 میشه چند؟ 15. 15 با 5 20. 20 با اون 3 23 متر. این از مسافتش. بریم سراغ جابجاییش. خوب جابجایی دقت کن. بردار جابجایی، بردار یا پاره خط جهتداریه که نقطه شروع رو به نقطه پایان وصل میکنه. این است. خب رسمش کردی؟ حالا عددش، اندازش رو میخوام ازت. عددش رو میخوام یا چیشو بچه‌ها؟ اندازش رو میخوام. اندازش چی میشه؟ میگم یه نکته خوب از من اینجا یاد بگیر. هر زمانی که خط چی دیدی مورب، وقتی اندازش رو ازت خواست، از چی استفاده میکنی فیثاغورس؟ از چی کمک میگیری؟ خط مورب داشتی اندازش خواستی؟ فیثاغورس. آقا یعنی چه فیثاغورس استفاده کنم؟ یعنی یه مثلث قائم الزاویه باید پیدا کنی، مثلث قائم الزاویه پیدا کنی که این وترش باشه. بیا مثلث رو بهت نشون بدم. آقا این اگه وتر باشه، این مثلث هم اینه دیگه. این مثلث منه که این چی شده؟ این شده وترش. که این چیه بچه‌ها؟ وترش. اگر می‌خواستی تو فیثاغورس پیدا بکنی، یه مثلث نگاه کن یادت بیاد، این A باشه، این B باشه، این C. چه جوری وتر رو به دست می آوردی؟ میگفتی C میشه رادیکال A2 به اضافه B2. یعنی اگر A و B رو داشته باشی که اضلاع قائمشه، فیثا بزنیم چی میشه؟ C به دست میاد. بیا اینجا. من اندازه جابجایی میخوام، یعنی وتر رو میخوام. پس باید این زل و این زل رو داشته باشم. بریم زلش پیدا کنیم. بچه کلا مگه 9 نیست؟ کلا چقدره؟ 9. این تیکه چنده؟ 5. خوب ببین چه شده، بالا کن ببین دست منو. میگم این تیکه 5، کلش 9 بود. یعنی خود این تیکه چند میشه؟ 4. چجوری؟ آقا وقتی کلش 9 به اندازه یه 5 تا دارم میبینم اینجا دیگه.
اینجا تا اینجا یه 5 تا، اینجا دارم میبینم عددشو. چقدر دیگه میمونه؟ 4. حالا این دست من نگاه کن، از دی تا سی، از دی تا سی اندازه چقدره؟ 6. از A تا B چقدره؟ 3. کلا 6 بوده، 3 تاش رفته، این چند میشه؟ 3. پس من یه دونه مثلث قائم الزاویه دارم و طرحش رو میخوام یه ضلع 4 یه ضلع 3. باریکلا، بنویس بریم. میگیم C مساوی است با 3 به توان 2 به اضافه 4 به توان 2. 3 به توان 2 9، 4 به توان 2 16. جمع بزن 16 و 9 25. جذر 25 5. پس جابجایی چقدر شد؟ 5 متر. مسافت 23 جابجایی 5. آره مسافت از جابجایی بیشتر بود. یاد گرفتی تا اینجا رو؟ بچه‌ها این قسمت پایین یه دونه یادآوری برات گذاشتم که خیلی خیلی میتونه بهت کمک بکنه. الان ما با یه مثلثی برخورد داشتیم به اسم مثلث 3 4 و تهش شد 5. اینا مثلث‌های پرکاربردی هستن که تو بارها اینها رو خواهی دید. ما اینها رو اینجا نوشتیم یه طوری حواست بهش باشه. نوشتم یه ضلع میتونه 3K باشه، 4K باشه، 5K. یعنی چی؟ یعنی آقا میتونی یه مثلث داشته باشی به ضلع 3 4 5 که این یه مثلث قائم الزاویه است، یه رابطه فیثاغورس داخلش برقراره. جای کاچی گذاشتم 1. حالا میتونی به این نحو هم داشته باشیش. اینو در 2 ضرب کن، 2 3 تا 6 تا، 2 4 تا 8 تا، 2 5 تا 10 تا. یعنی میتونی هم مثلث 3 4 5 داشته باشی، هم مثلث 6 8 10، هم مثلث بگو 3 4 5، هم مثلث 6 8 10 رو میتونی داشته باشی. این دو تا مثلث هر دو از رابطه فیثاغورس پیروی میکنن. مثلث بعدی که برامون خیلی مهمه مثلث 5 12 13. اگه چک کنی رابطه فیثاغورس داخلش صدق میکنه. پس چرا عدداشو به خاطر بسپرم؟ به خاطر اینکه موقع حل سوال دیگه گیج نزنی، اشتباه نکنی. اینها همیشه تو امتحانات مطرح میشن. و یک مثلث دیگه، مثلثی که قائم الزاویه است، یک ضلعش A، اون یکی ضلعش هم A، وترش چی میشه؟ A رادیکال 2. یه بار دیگه، این ضلع A، این ضلع وتر چند میشه؟ A رادیکال 2. یعنی چی؟ یعنی آقا یه مثلث داشته باشم، این ضلعش باشه 3، این هم باشه چند؟ 3. وترش چی میشه؟ آها میشه 3 تا رادیکال 2. میشه 3 تا رادیکال A رادیکال 2 جای A 3 گذاشتم. اگه این 3 باشه این 3 باشه وتر میشه چی؟ 3 تا رادیکال 2. خیلی این چند ها رو تا آخر سال خواهیم دید. پس همین الان بعد کلاس جزوه داخل پنل قرار گرفت، حتما جزوه رو مطالعه کن و این چند تا رو به خاطر بسپر. بریم یه دونه سوال از اینا حل کنیم بچه‌ها با هم دیگه. پرسش 4 رو می‌خوایم با هم پاسخ بدیم. میگه متحرکی از A به B میره، جابجایی مسافت رو برای من حساب کن. از A رفتن به B، مسیر حرکت رو ببین. از A پاس شده رفته به B. آقا مسیر حرکت دایره‌ای شکل مگه نه؟ مسیر چه شکلی بچه‌ها؟ دایره‌ای شکل. اول از همه میخوام مسافت به دست بیارم. چی به دست بیارم؟ مسافت. خوب دقت بکن. اگر تو یه دونه دایره داشته باشی، وقتی میخوای مسافت به دست بیاریم بچه‌ها، مسافت ما میشه چی؟ همون محیط دایره. مسافتمون چی میشه بچه‌ها؟ همون محیط دایره. پس وقتی یه دایره داریم میخوایم مسافت به دست بیاریم، مسافت ما میشه محیط دایره. اینجا رو خوب ببین، مسافت شده محیط دایره. الان اینجا آیا یه دایره کامل رفتی؟ نه. اگه دایره کامل میرفتی مسافتت میشد 2πr. چرا؟ چون فرمول محیط دایره میشه 2πr. الان اینجا چقدر از یه دایره رو رفتی؟ میگه آقا من اینجا نصف دایره رو رفتم. پس وقتی راجع به مسافت از تو سوال پرسیدم، راجع به مسافت میگی مسافتش میشه نصف محیط دایره. محیط دایره چی بود؟ 2πr. جایگذاری میکنم، مینویسم 1/2 ضرب در 2 که دارم، پی هم گفتیم چند بگیر؟ 3 بگیر. آرمون هم چند داده؟ 2 داده. برو بریم. این 2 با 1/2 خط میخوره، 2 3 تا 6 تا. و ما میبینیم مسافتمون چقدر شد؟ 6 متر. مسافت چند شد بچه‌ها؟ 6 متر. پس مسافت توی دایره کامل 2πr، تو نصف دایره نصف 2πr مسافت به دست اومد. اما جابجایی برای این قرمز نشون میدم بهت. جابجایی یعنی نقطه شروع رو وصل کن به نقطه پایان. بچه‌ها این خط AB که داریم می‌بینی قرمزم رسمش کردیم، شعاع یه 2 نیست.
بفرمایید 2 اینجا. این شما هم چنده؟ 2 دیگه. یعنی در واقع قطر دایره رو ازت خواسته. پس اگر جابجایی خواستی میگه جابجاییم چقدر میشه؟ 4 متر. یه 2 متر رفتم، یه 2 متر دیگه چند شد؟ 4 متر من تونستم جابجا بشم. پس گاهی اوقات آقا این شکل و این سوال چرا میتونه مطرح بکنه؟ چون که ما داخل کتاب درسی یه همچون شکلی رو داریم. شکلی که اومده برای ما مسیر حرکت ماه دور زمین رو نشون داده. حالا چجوری میتونه امسال ازش سوال بده تو امتحان نهایی؟ میگه مسیر حرکت ماه دایره شکله. دیگه بیضی نمیکشه، میگه دایره شکله. میگه برو مسافتش هم برام حساب کن. جابجاییش هم برام حساب کن. و به این نحو تو میتونی چیکار کنی؟ سوالش رو پاسخ بدی. به همین خاطر از روی اون الگو گرفتیم و ایده گرفتیم و همچین سوالی رو برات طرح کردیم. اینجا هم داری میبینی مثلا مسیر چی رو خواستم؟ A تا B. این یکی رو بچا با هم دیگه. یه بار مسافت، یه بار چی؟ جابجایی. از A رفتم به B. اول از همه به من بگو ببینم تو این مسافتی که من دارم طی میکنم آیا یه دایره کامل رو رفتم؟ آیا دایره کامله؟ نه. قبلی نصف دایره رفتم. اینجا هم چقدر از دایره رفتم؟ باریکلا دایره رو 4 قسمت کردم. 1/4، 2/4، 3/4. من چقدر از دایره رفتم؟ 3/4 دایره. یه دقیقه تایم بهت میدم مسافت جابجاشو برام به دست بیار ببینم چیکار میکنی. بچه‌ها بریم سراغ محاسبه مسافت و جابجایی داخل این. اول از همه می‌خوایم بریم مسافت رو با هم دیگه حساب کنیم. چه کسری از دایره رو رفته؟ 3/4. خود محیط دایره چی بود؟ 2πr. حالا می‌خوام جایگذاری کنم. 3/4 ضرب در 2 جای پی هم چی می‌نویسم؟ 3. شعاع چنده؟ 2. آقا 2 تا 4 تا. با 4 پایین چی میشه؟ خط می‌خوره. 3 تا چند میشه؟ 9. پس مسافتی که من تونستم طی کنم چقدر بوده؟ 9 متر. حالا جابجاییم. دوباره خط چی می‌بینی؟ مورب. نکتهشو بهت گفتم دیگه. اگر خط مورب داری می‌بینی از نقطه A رفتی به سمت نقطه B تو این خط مورب خواستی پیداش کنی از چی استفاده می‌کنی؟ مثلث قائم الزاویه. این زل شعاع 2، این زل هم شعاع چنده؟ 2. چیکار می‌کنیم؟ اولا که اگر این آ بود میشد آ رادیکال 2. پس جواب میشه چی؟ 2 تا رادیکال 2. اما واسه چک کردن یه بار دیگه حسابش میکنیم. میگیم C مساوی است با رادیکال 2 به توان 2 به اضافه 2 به توان 2. 2 به توان 2 میشه 4. 4 به اضافه 4 8. جذر 8 هم میشه چند؟ 2 تا رادیکال 2. پس اینم از جابجاییش. بریم اسلاید بعدی بچه‌ها. ادامه درس. میخوایم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم به اسم بردار یکه. بردار یکه که اکثر اوقات تو سوالات میبینی جدیدن توی سالهای اخیر ما بر حسب بردار یکه ازمون سوال میپرسن. بردار یکه چیه؟ اولین بار سال دهم دیدیش تو درس فیزیک و قبل از اونم هشتم توی ریاضی دیدیش. بریم یه بار واسه همیشه بردار یکه رو واسه توضیح بدیم. ما به این مسیر میگیم مسیر x. به راستای افقی میگیم راستای x. به راستای عمودی میگیم راستای چی؟ y. قبول تا اینجا؟ اینجا میشه x های مثبت، سمت چپ میشه x های چی؟ منفی. اینجا میشه y مثبت، اینجا میشه چی؟ y منفی. دیدی وقتایی طرف اسمش قنبر صداش میزنن سامیار؟ قضیه اینجا هم همینه. اومده اینجا نوشته x ها ولی اسمشو چی صدا میزنن؟ بهش میگن i. خیلی خودمونی ساده‌شو رو بخوایم بگیم. به راستای x میگیم چی وقت اسم بردار یکه میاد؟ میگیم i. صداش میزنیم i. اگر y رو میخوای صدا بزنی اینو چی صدا میزنیم؟ j. حالا
اگر تو این طرفی حرکت کرده باشی بهش میگیم مثبت آی. اگه اینوری رفته باشی میگیم مثبت جی. اینوری منفی آی. مگه راستای ایکس همون راستای آی نبود؟ مثبت آی منفی آی. مثبت جی بیا پایین منفی جی. این از این. پس بردار یک که میخوای بگی مثبت آی منفی آی، مثبت جی منفی جی. این هم از بحث چی بچه‌ها؟ بردار یکه. مثلا من اگر رفتم گفتم جهت مثبت آی دارم میرم، یعنی تو راستای ایکس هم تو راستای افقی هم دارم میرم سمت راست. پس بردار یک رو دیگه همیشه یادت باشه. چیز سختی نداره، حواست حسابی بهش جمع باشه. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت یه دونه تست زدن و بریم از این چیزایی که تا الان خوندیم یه جمع‌بندی بکنیم، یه دونه تست حل کنیم با هم دیگه. سوالو میخونم بچه‌ها. جسمی از مبدأ شروع به حرکت میکنه و دو جابجایی متوالی 25 و 13 متر در جهت مثبت محور x داره. من اول یه دونه محور برات رسم بکنم اینجا. این یه محور. اینجا رو میگم چند باشه؟ 0 باشه. حالا میخوام شروع کنم به حرکت کردن. دو تا جابجایی متوالی دارم. کدوم جهت؟ جهت مثبت محور x. اول چقدر رفتم؟ یه 27 تا. بعد چقدر رفتم؟ یه 13 تا رفتم. سپس در جهت منفی حرکتمو ادامه میدم و در نهایت مسافتم شده چند؟ 60. یعنی آقا یه 27 تا رفتم، یه 13 تا رفتم، بعد برمیگردم، نمیدونم چقدر برگشتم، ولی کلا میدونم که مسافتم چنده بچه‌ها؟ مسافت 60. کلا میدونم که مسافتم چند شده؟ 60. چی خواسته از من؟ به من گفته بردار جابجایی رو به دست بیار. بزن بریم سراغ حساب کتاب. مسافت چی میشد؟ گفتیم برای مسافت همه رو با هم دیگه جمع بزن. چقدر رفتی؟ یه 27 تا، یه 13 تا، یه نمیدونم. اینا رو با هم بریم یه جمع بزنیم. آقا 27 به اضافه 13 به اضافه x. مسافت که دیگه جهتش مهم نیست، همه رو جمع میزنیم. میشه چند کلا؟ 60. برو بریم. 13 با 27 جمع بزن. باریکلا. میشه چند؟ 13 با 27 میشه 40. 40 رو با چی جمع زده باشم شده 60. پس یعنی اندازه این چنده بچه‌ها؟ اندازه‌اش 20 است. اندازه‌اش چند شد؟ 20. چیکار کردیم؟ گفتیم یه 27 تا رفت، یه 13 تا، با یه ایکسی کلا شده 60. این جمع شده 40. پس با 20 میشه چند؟ 60. یا میگین عدد 40 رو میاریم این ور تساوی 60 منهای 40 شده 20. این کل مسیری که من طی کردم. حالا چی خواسته از من؟ آها، جابجایی خواسته. جابجاییشو رسم میکنم. نقطه شروع به نقطه پایان. به این میگن جابجایی. بچه چقدر این طرفی رفته بودیم؟ 40 تا. چقدر برگشتیم؟ 20 تا. پس این تیکه چند میشه؟ 20. جابجایی شما؟ جابجایی چی؟ 20. به من بگو ببینم جابجایی افقی بوده یا عمودی؟ باریکلا افقی. افقی میگفتیم آی دیگه، مگه نه؟ حالا سمت راست رفتی یا سمت چپ تو جابجاییت؟ کلا که راست رفتی چپم رفتی، ولی جابجاییت از این نقطه شروع رفتی تا اینجا رسیدی، سمت راست رفتی. پس جابجایی تو 20 تا به سمت راست بهش میگم مثبت 20 آی. اینم از این تست. یادش گرفتی کامل؟ پس آقا کلاس ما همینجوریه بچه‌ها. تیکه تیکه مفاهیم رو اول آسون با آسون کنار هم دیگه میچینیم. مسافت رو خوندیم. شاید اول کار فکر می‌کنی آقا چقدر ساده. اما همین‌ها رو می‌خوایم الان کامل و با تمام مفاهیم براتون توضیح بدیم. اول مسافت رو فهمیدی، جابجایی رو فهمیدی، بردار یک فهمیدی. حالا میایم ازش اینجوری تست حل می‌کنیم. بریم ادامه بچه‌ها. ما مفهوم بعدی رو که داریم بهش میگن تندی متوسط. بهش چی میگن بچه‌ها؟ تندی متوسط. تندی متوسط و سرعت متوسط. آقا تندی متوسط من فارسی برات می‌نویسم. خواستی حساب بکنی میگی مسافت به زمان. سرعت متوسط خواستی حساب کنی میگی جابجایی تقسیم بر زمان. نمادیش هم اینجا برات نوشتم. پس تندی متوسط میشه مسافت به زمان، سرعت متوسط میشه چی؟ جابجایی به زمان. از قبلم که یادته اینو میگفتم برداریه، اینو میگفتم چی؟ نرده‌ای. برداری و نرده‌ای بودنش رو هم قبلا با هم راجبش صحبت کردیم. بریم یه چند تا سوال اینجا هست. میخوایم با هم دیگه اینها رو پاسخ بدیم. من یک دقیقه بهش تایم میدم. این سه تا پرسشی که من اینجا دادیم، خرداد 402، خرداد 99 و خرداد 98 رو
با توجه به صحبتایی که تا الان انجام دادیم اینو واسه خودت تو این 1 دقیقه بخون، حل کن، ببینم چیکار می‌کنی. پرسش 5 از همون اولی میخوایم شروع کنیم با هم دیگه بچه‌ها بررسی کردن. میگه نسبت، آقا من ننوشتم واسطا، سوال امتحان نهایی بوده. نسبت مسافت طی شده به مدت زمانو چی میگم؟ همین الان گفتیم. چی میخواد این از ما؟ بیا اینجا. مسافت به زمان چی میشه؟ تندی متوسط. تندی متوسط. مسافت به زمان تندی خرداد 402. اینا همون سوال 4 نمره اول امتحانته که باید سریع بزنی بری ادامه. بردار سرعت متوسط متحرک در حرکت روی محور X خلاف جهت یا همجهت با بردار جابجاییه. آقا میگه سرعت متوسط. چی گفته؟ سرعت متوسط. میگم همین فارسی هست، من مینویسم واسط تا اول کار را بیفتی. سرعت متوسط مگه نمیشد جابجایی تقسیم بر زمان؟ میگه بله آقا. میگم خب جابجایی و سرعت مگر رابطه مستقیم با هم ندارن؟ میگه آره. میگم جابجایی زیاد بشه سرعت هم چی میشه؟ زیاد میشه. میگه بله. میگم خب اگه این سمت راست باشه اینم سمت راسته. پس یعنی در واقع این دوتا با هم دیگه چی هم بچه‌ها؟ همجهتن. یعنی اگر تو داری اینوری جابجا میشی سرعتت هم همین طرفه. اگر داری به این سمت جابجا میشی سرعتت هم همین طرفه. پس من میگم جابجایی و سرعت با هم چی هن؟ همجهت. فهمیدی؟ جابجایی تقسیم بر زمان میشه سرعت متوسط دیگه، پس با هم دیگه همجهتن. میگه در حرکت روی محور X وقتی متحرک به مکان آغازین حرکتش باز میگرده مسافت طی شده یا سرعت متوسط کدوم یکیه؟ میشه چی؟ 0. بچه صورت سوال خوب دقت کن. میگه متحرک داشته رو محور X میرفته، بعد دور زده برگشته سر جای اولش، از نقطه A راه افتاده رفته مثلا تو نقطه B رسیده، بعد دور زده برگشته به مکان چی؟ اولیه. خوب دقت کن اینجا. جابجایی معنی نمیشد نقطه شروع رو به نقطه پایان وصل کن؟ بسم الله بفرما. نقطه شروع همینجاست، نقطه پایان هم همینجاست. نقطه شروع همینجاست، نقطه پایان هم همینجا. پس عملا جابجایی چیه؟ 0. آقا درسته یه مسافتی رو طی کردی ها، ولی جابجایی چیه؟ 0. الان این چی گفته؟ گفته مسافت 0. آیا مسافت 0؟ نه، همه رو با هم جمع میزنیم مسافت 0 نیست. اما سرعت متوسط 0 میشه. آقا چرا سرعت متوسط؟ بگو ببینم. سرعت متوسط یعنی نمیشه جابجایی به زمان. وقتی جابجایی تو 0 باشه یعنی صورت این کس 0. پس سرعت متوسط هم چی میشه؟ 0. بریم ادامه بچه‌ها. سوال خوبی بودا. بریم ادامه. پرسش 6 امتحان نهایی D 99 رو می‌خوایم با هم پاسخ بدیم. بچه‌ها پس اول کتاب، بعد سوال نهایی، بعدم سوالات یه هوا بالاتر. متحرک روی خط راست، فاصله بین مکان آغازین مثبت 5i و مکان پایانی منفی 5i رو طی می‌کنه. بردار جابجاییش رو به دست بیار. مکان اولیش چی بوده؟ مثبت 5. مکان نهاییش چی شده؟ منفی 5. آی گذاشته یعنی تو راستای چی بوده؟ افقی. اول کار اینجا بوده، آخر اینجاست. به میگن چی؟ بردار جابجایی. بردار جابجایی دیدی چجوری رسم کردم؟ نقطه شروع به نقطه پایان.
حالا آقا ما جابجایی رو با دلتا ایکس نشون میدیم عزیزان. جابجایی با چی نشون میدیم؟ دلتا ایکس. دلتا ایکس یعنی مکان نهایی منهای مکان اولیه. ایکس دو منهای ایکس یک. مکان نهایی منهای مکان چی بچه‌ها؟ اولیه. خوب دقت کن. مکان نهاییمون چیه؟ منفی 5 منهای اولیه‌مون چیه؟ 5. منفی 5 منهای 5 میشه چند؟ منفی 10 متر. چقدر جابجا شده؟ من آقا نگاه اینجا رو، از نقطه مثبت 5 رفتی سمت منفی 5. میخوام همین اینجا یه نتیجه گیری کنیم ها. اگر داری میری سمت راست، یعنی جابجاییت مثبت. اگر داری میری سمت چپ یعنی جابجاییت منفیه. این رفته سمت چی؟ چپ. جابجاییش منفی. اگه بری سمت راست چی؟ جابجاییت مثبت. پس حواس به این نکته باشه. میگه در چه صورتی اندازه سرعت متوسط با تندی متوسط برابره؟ چه زمانی سرعت متوسط و تندی متوسط با هم دیگه برابر میشن؟ کسراشو یادت بیار. تندی میشد مسافت به زمان، سرعت میشد چی؟ جابجایی به زمان. پس میگیم زمانی که جابجایی مساوی باشه با چی؟ مسافت. چه زمان جابجایی مسافت با هم برابر میشن؟ زمانی که روی خط راست حرکت کنم بدون تغییر جهت. بدون تغییر بچه چی؟ جهت. اگر من رو خط راست بدون تغییر جهت حرکت کنم، جابجایی مسافتم با هم دیگه چی میشه؟ برابر میشه. اینم از جواب این سوال. پرسش بعدی میگه که متحرکی تو مدت زمانه خرداد 1400 متحرک نکن. داریم از همون چقدر سوال حل میکنیم با هم دیگه. البته آخرین سوال این بحثا، میخوایم بحثو عوض کنیم با هم دیگه. متحرکی تو مدت زمان 8 ثانیه، یعنی زمان رو بهت داده، اما مکان منفی 4 رفته به مکان مثبت 4. یک، جهت حرکت متحرک رو ازت خواسته. من اول یه محور بکشم واسط. اینجا نقطه 0. از مکان منفی 4 رفتم تو مکان مثبت 4. نقطه شروع، نقطه پایان. جهت حرکت رو بگو ببینم. راست رفته یا چپ رفته؟ آها، رفته به سمت راست. به سمت چی؟ راست. بچه‌ها مگه این محور x نیست؟ سر مثبت محور x اینوریه دیگه. اگر شما رفتی به سمت راست، ما به این سمت راست رفتن میدونید چی میگیم؟ میگیم هم جهت محور x. سمت راست رفتن، پس از همین الان تا آخر عمر یادت باشه بهش میگیم هم جهت محور x. اگر رفت سمت چپ چی؟ میگیم خلاف جهت محور x. اینو هر سال داریم تو سوالات امتحان نهایی میبینیم. این ور میگه هم جهت محور x، سمت چپ میگه چی؟ خلاف جهت محور x. ادامه میگه بزرگی سرعت متوسط رو میخوام ازت. چی خواسته بچه‌ها؟ سرعت متوسط. قسمت به سرعت متوسط چی میشد؟ جابجایی به زمان. آقا نگاه کن چقدر جابجا شدی. جابجا چقدر شدی؟ برای جابجایی میگیم مکان نهایی که 4 باشه منهای مکان اولیه. منفی در منفی مثبت. 4 به اضافه 4 8. چقدر جابجا شدی؟ 8 تا. چقدر زمان گذشته؟ 8 ثانیه. 8 تقسیم بر 8 میشه چند؟ 1. 1 متر بر ثانیه. مسافتت هم نگاه کن شکلو. آقا مسیرت راست مگه نرفتی؟ مسافتت با اون چیه؟ برابره. چون روی خط رفتی فقط دیگه. مسافت جابجایی در این حالت با هم چی بودن؟ برابر بودن. بچه‌ها این موضوعی که الان می‌خوایم شروع بکنیم رو خیلی حواستو جمع کن. خیلی خیلی موضوع مهمیه. ساده تو چند تا کلمه خلاصه شده برات، اما به شدت مهم و پرتکرار. بچه‌ها من وقتی که یه دونه محور رو می‌بینم، این محور رو ببین. اینجا رو میگیم مبدأ. مبدأ چی؟ اسمش خیلی مهمه. بهش میگن مبدأ مکان. بهش میگن چی بچه‌ها؟ مبدأ مکان. به این نقطه اگه این محور x شما باشه که محور x محور افقیت، من به این نقطه 0 میگم مبدأ مکان. مبدأ مکان همیشه x مساوی با 0. اما یه واژه دیگه داریم به اسم مبدأ حرکت. بعضی بچه‌ها مبدأ مکان و مبدأ حرکت رو تو سوال اشتباه میگیرن. مبدأ مکان همیشه یعنی x مساوی با 0. مبدأ حرکت یعنی شما از اون نقطه که میخوای شروع کنی. بیا اینجا با من الان یه آقای اینجا وایساده. نقاشیم هم خیلی قشنگه نه؟ خب یه آقای اینجا وایساده، اینا موش افتاده رو صورتشو، بریم سراغش.
اینجا ما داریم میگیم که مثلا تو چه مکانی وایساده؟ تو x مساوی با منفی 20. شما من بگو ببینم الان این آقا میخواد شروع کنه به حرکت کردن دیگه، از اینجا میخواد الان شروع کنه به حرکت. اگه بهت گفتم مبدأ حرکتش میگی چنده؟ میگی مبدأ حرکت یعنی اون جایی که اول کار وایساده میخواد شروع کنه، میگی مبدأ حرکتش منفی 20. من بهت میگم این آقا مبدأ مکانش چیه؟ میگه آقا مبدأ مکان این آقا اون آقا نداره. مبدأ مکان همواره چیه بچه‌ها؟ x مساوی با 0. یعنی چه این آقا باشه چه این آقا باشه که مثلا تو مکان x مساوی با 10 باشه. آقا همشون آقا نباشه، این خانم که تو مکان چند وایساده؟ مکان 10 وایساده. x منفی 20 x مثبت 10. الان برای این که دارم با انگشت بهت نشون میدم، برای این من میگم مبدأ حرکتش منفی 20 x مساوی با منفی 20، مبدأ مکان 0. برای این مبدأ حرکت مثبت 10، مبدأ مکان بازم 0. مبدأ مکان هیچ وقت تغییر نمیکنه. مبدأ زمان چیه؟ کرونومتر دستمه، اینو میزنم شروع میکنیم. مثلا فکر کن مسابقه اسب دوانی، مسابقه رالیه، مسابقه 2. اون لحظه‌ای که صدا میاد میگن آقا حرکت، کرونومتر رو میزنن، اون میشه مبدأ زمان. همون لحظه که تی مساوی با 0 تی مساوی با 0 شد مبدأ زمان. تو حالا هر جایی که وایسادی میشه مبدأ حرکتت و که مساوی با 0 مبدأ مکان. خیلی رو این وایسادم ها، چون خیلی مهمه. بچه‌ها بریم ادامه صحبتمون. می‌خوایم دو تا تعریف مهم دیگر رو داشته باشیم. یه تعریف که قبلا هم راجعش صحبت کردیم و یه تعریف جدید. بردار جابجایی، برداری که مکان اولیه رو به مکان نهایی یا همون ثانویه وصل می‌کنه. با هم دیگه راجعش گفتیم. یه بردار دیگه داریم بچه‌ها، بردار مکان. بردار چی؟ مکان. برداری که بچه‌ها مبدأ مکان رو به مکان جسم وصل می‌کنه بهش میگیم بردار مکان. برداری که بگو مبدأ مکان رو به مکان جسم وصل میکنه. مبدأ مکان یعنی همون x مساویه با باریکلا 0. مکان جسم چیه؟ همون جایی که وایساده. ما به این میگیم چی؟ بردار مکان. براش مثال بنویسم. میگم اینجا رو نگاه بکن. این قسمت رو ببین. من اومدم اول اینجا بودم. مکان x مساوی با منفی 4. بعد یه بارم اینجا بودم x مساوی با مثلا 3. میگم برای من هم تو این حالت هم تو این حالت بردار مکان وصل کن. میگه آقا بردار مکان یعنی مبدأ مکان رو به مکان جسم وصل کنم. این بردار مکان اولی. بردار مکان بعدی این میشه مبدأ مکان به مکان جسم. این هم بردار مکان بعدی. حالا خوب گوش کن. اینجا مکانت مثبت یا منفی؟ خود مکانی که جسم وایساده مثبت. بردار مکانت هم پس چیه؟ مثبت. اینجا ببین مکانت مثبت یا منفی؟ پس بردار مکانت هم چیه؟ منفی. پس اگر جمع‌بندی این نکته، اگر مکان مثبت بود بردارش هم مثبت، اگه مکان منفی بود بردارش هم منفی. پس اینم از بحثی داشتیم تحت عنوان چی؟ بردار مکان و بردار جابجایی. اومده روی این سوال که از همه کتابته، میگه آقا بردار مکان برام رسم کن. بفرما. تو لحظه t1 این میشه بردار مکانش. تو لحظه t3 این میشه بردار مکانش. تو لحظه t2 هم این میشه بردار مکانش. بردار مکان‌ها رو برات رسم کردم. بعد میگه بردار جابجایی رسم کن. جابجایی یعنی نقطه شروع به نقطه پایان. میگه بردار جابجایی برام رسم کن تو لحظه t1 تا t2. تو لحظه t1 کجا بود؟ اینجا. لحظه t2 کجاست؟ اینجا. پس این میشه بردار چیش؟ جابجاییش. بردار جابجاییش رو رسم کردیم. بردار جابجایی از لحظه t1 تا t2. بعدیش هم تو حل کن دیگه، آسون شد واسم. بردار چی؟ جابجایی. تا اینجا گرفتی موضوع رو کامل؟ فهمیدی چی شد؟ باریکلا به تو. بچه‌ها میخوام دو تا نکته رو بهت بگم که همیشه حداقل 25 تا نیم نمره تو امتحان نهایی داره. همین امروز میخوام کلک این قضیه رو بکنیم و همینجا با هم یادش بگیریم. موضوع اول اینه که من میخوام وضعیت جسم رو بررسی کنم نسبت به مبدأ مکان و موضوع بعدی میخوام راجع به جهت حرکت جسم صحبت بکنم. آقا وقتی دارم راجع به وضعیت جسم نسبت به مبدأ مکان صحبت میکنم،
میگم آقا این جسم من یا این که مکانش مثبته یا مکانش چیه بچه‌ها؟ منفی. مکان یا مثبت یا منفی. مکان خود میگه. آقا یعنی چی؟ میگم نگاه کن، این نقطه صفر. دو تا بردار برات کشیدم. این همیشه چی نقطه صفر. ممکنه تو یه ماشین داشته باشی اینجا. الان اگه این محور x باشه اینجا صفر باشه این سمت راسته. مکانش مثبت یا منفی؟ آها، مکان مثبت. این ماشین رو نگاه کن. سمت چپه. مکان این مثبت یا منفی؟ منفی. این ماشین رو اینجا هم دوباره میکشم. بعدا باش کار داریم با هر 4 تا ماشینمون. پس مکانشون رو فهمیدیم. مکانهای ما میشن یا مثبت یا منفی. اونهایی که مکانشون مثبته سمت راسته، اونهایی که مکانشون منفیه چی هن؟ سمت چپ. سمت چپ و راست چی؟ سمت راست مبدأ مکان. مبدأ مکان یعنی x مساوی با 0. اینا چی؟ سمت چپ مبدأ مکان هستن یا همون x مساوی با 0. الان پس من برای این میتونم بگم xش مثبت، اینم xش مثبت. برای این میتونم بگم xش منفی، این یکی هم xش چیه؟ منفی. مکانش رو تعیین کردیم. حالا نکته بعدی، میخوام جهت حرکت جسم رو تعیین کنم. جسم من یا میتونه بره سمت راست، به راست حرکت کند، یا میتونه چی؟ به چپ حرکت کنه. خیلی مهمه ها، حواست باشه. جملاتش ساده است ولی به شدت پرتکرار. الان این ماشین من میتونه اینوری حرکت کنه یا میتونه اینوری حرکت کنه. این ماشین من میتونه اینوری حرکت کنه یا میتونه اینوری حرکت کنه. خوب دقت کن. الان این ماشینی که من اینجا دارم اول کار مکانش چی بوده؟ مثبت. اما داره به کدوم سمت حرکت میکنه؟ به سمت چپ. کدوم ور داره میره؟ سمت چپ. به سمت چپ میگیم چی؟ خلاف جهت محور x. سمت راست رو چی میگیم؟ هم جهت محور x. بیا اینجا. میخوام این نکته خیلی مهم بهت بگم. جهت حرکت جسم به من سرعت رو نشون میده. به من علامت سرعت رو نشون میده. جهت حرکت جسم به من چی رو نشون میده؟ علامت سرعت رو نشون میده. الان این ماشین داره سمت راست میره یا چپ؟ سمت چپ. خلاف جهت یا هم جهت؟ خلاف جهت. چون داره میره خلاف جهت میگم سرعتش چیه؟ منفی. سرعت چی شد؟ منفی. این ماشین رو نگاه کن. سمت راست میره یا سمت چپ؟ این ماشین رو ببین. سمت راست میره یا سمت چپ؟ اون فلش سمت راسته. اونهایی که به سمت راست حرکت میکنن سرعتشون چیه؟ مثبت. پس اگر رفتی به راست حرکت کردی یعنی سرعتت مثبته. اگه به سمت چپ حرکت کردی سرعتت چیه؟ منفی. بیا شکل پایین. این ماشین دوباره سمت راست حرکت میکنه سرعت مثبت. این ماشین سمت چپ حرکت میکنه سرعت منفی. پس من 4 تا ماشین مختلف رو دارم میبینم. بگو مکان رو بر حسب این صحبت میکردیم که اگه این مبدأ باشه سمت راست یا سمت چپه. مکان مثبت. سرعت جهت حرکت بود. چپ میرفتی سرعت منفی، راست میرفتی سرعت مثبت. هم جهت محور x بری اینجا هم جهت محور x بری سرعت مثبت، خلاف جهت بیای سرعت منفی. 1 دقیقه بهت تایم میدم این رو همین الان واسه همیشه به حافظت بسپری. 1 دقیقه دیگه میخوام درس رو ادامه بدم. این تو حافظت باشه ها. بعد بریم ادامه.
پس اگر جسمت سمت راست بود میگه ایکسش چیه؟ مثبت. سمت چپ بود میگه ایکسش چیه؟ منفی. اما اگر جهت حرکتش به سمت چپ بود بهش میگفتیم خلاف جهت محور ایکس، سرعت منفی. اگه داشت میرفت سمت راست میگیم سرعت مثبت. خیلی نکته مهمه، هم الان هم تو فصل 3 نوسان هم باز دوباره اینو لازم داریم. پس همینجا عالی یادش بگیر درجه 1. بریم بچه‌ها ادامه. دو تا نکته میگیم تو لحظه‌ای که اندازه سرعت صفره علامتش تغییر میکنه متحرک تغییر جهت داده. اون نکته یعنی چی اصلا؟ یه لحظه من نگاه، حرکتی که همون اول ساعت با هم دیگه انجامش دادیم. من اینجا دارم حرکتمو استارت میزنم، رفتم اینور، یه لحظه وایسادم، برگشتم. بهش میگفتیم تغییر جهت مگه نه؟ میگفتیم برگشت تغییر جهت. من رفتم یه لحظه وایسادم وایسادم یعنی چی؟ یعنی سرعتم شده 0. این هم داره همینو میگه. در لحظه‌ای که اندازه سرعت 0 و علامتش تغییر کنه متحرک تغییر جهت داده. حرکت منو ببین. الان اینجا من دارم میرم سمت چی؟ سمت راست. من اول کار دارم میرم سمت چی؟ سمت راست. جهت حرکتم به کدوم سمت بوده؟ به سمت راست. جهت حرکت سمت راست سرعت مثبت. جهت حرکت به سمت راست سرعت مثبت. آقا رفتم اینجا وایسادم، سرعت شد 0. حالا که برمیگردم قبول داری دارم میرم سمت چپ؟ سمت چپ رفتن علامت سرعت منفی. پس اول سرعت مثبت بود 0 شد، بعد شد چی؟ منفی. پس در لحظه‌ای که سرعت 0 و علامتش تغییر میکنه متحرک تغییر جهت. نکته بعد، در لحظه‌ای که متحرک از مبدأ مکان عبور میکنه بردار مکان تغییر جهت میده. یعنی چی؟ آقا فکر کن اینجا مبدأ مکانته، یه جسم داشتی اول اینجا بوده، بردار مکانش رو رسم کن، این میشه بردار مکانش. بردار مکانش مثبت بچه‌ها یا منفی؟ مثبت. همین آقا چند لحظه بعد پا شده اومده اینجا، بردار مکانش رو الان رسم کن به این شکله. الان بردار مکان چی شده؟ منفی. پس وقتی از سمت راست پا شده اومده اینور، یعنی از این ور سمت راست اومده سمت چپ، علامت بردار مکان هم چی شده؟ عوض شده، چون از مبدأ مکان عبور کرده. تو ادامه بحث قرار راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم که همیشه دیدیش، یا اگر هم هنوز تو مدرسه اینا سرفصلش بهت نرسیده کتابتو ورق زدی یه بار. نمودارهای حرکت شناسی پای ثابت همیشگی سوالات مدرسه‌ای، نهایی، کنکور همیشه هست. نمودار چی؟ حرکت شناسی. آقا نمودار رو چرا آوردن اصلا؟ برای چی؟ من برات توضیح بدم. من الان به تو میگم من تو مکان 5م، من تو مکان 10م، من تو مکان 100م. خب تو مکان منو میدونی. یه بار دیگه بهت میگم الان لحظه 1، الان لحظه 10، الان لحظه 20. زمان هم میتونی. اما چیزی که برای من مهمه این که تو اون لحظه تو چه مکانی قرار گرفتی. نمودار مکان زمان دقیقاً همین کار رو واسه تو میکنه. میاد هم زمان هم ایکس تو بهت نشون میده، هم تی تو رو بهت نشون میده. یعنی میگه شما تو هر لحظه تو چه مکانی قرار گرفتی. دست منو ببین. میگم آقا تو لحظه 1 تو چه مکانی هستی؟ میگه لحظه، خب خدچین میکنم، این محور افقی محور عمودی. محور افقی من تیو داره نشون میده، محور عمودی داره ایکس رو نشون میده. آقا مگه محور ایکس نباید افقی می بود؟ میگم بیا اینجا، این محور ایکس، این محور ایکس. بفرمایید این محور ایکس من خب بله افقیه، ولی تا زمانی افقی میکشیدیمش که ما محور تی دیگه نیاز نبود برای رسم کردنش. الان اینجا رو ببین، ما محور افقی رو رسم کردیم، محور افقیمون شده تی. ایکس رو کجا بذاریم؟ پس ایکس رو دیگه عمودی میبینیمش. اون موقع میگفتیم سمت راست میشه مثبت، سمت چپ میشه چی؟ منفی. الان پس میگیم ایکس ها بالایی ها میشن چی؟ مثبت، ایکس های پایینی میشن چی؟ منفی. خوب دقت کن، اون موقع سمت راست مثبت بود، الان بالا مثبت. اون موقع سمت چپ منفی بود، الان پایین منفی. بچه‌ها تو لحظه 1 ما تو چه مکانی قرار گرفتیم؟ مکان 3. تو لحظه 2 تو چه مکانی هستیم؟ مکان 4. تو لحظه 3 چه مکانی هستیم؟ مکان 2. تو یه لحظه خدچین رو ببین، تو لحظه 3 کجاییم؟
تو مکان 2. یه بار از لحظه خدچی میکنم تا برسم به نمودار، بعد از نمودار خدچی میکنم تا مکانش رو پیدا کنم. همین کار رو دوباره انجام میدم. از زمان خدچی میکنم تا برسم به نمودار، از نمودار خدچی میکنم تا برسم و ایکسش رو چیکار کنم؟ پیدا کنم. الان تو لحظه 4 تو چه مکانیه؟ -1. پس نمودار مکان زمان به ما این کمک رو میکنه ما ببینیم تو هر لحظه کجاییم. آقا تو لحظه 0 هم بگو. لحظه 0 کجا وایساده؟ تو مکان 1. تو لحظه 0 کجا وایساده بود؟ مکان 1. یه بار با هم. لحظه 0 مکان 1، لحظه 1 مکان 3، لحظه 2 مکان 4، لحظه 4 مکان -1. هر لحظه خاصی مکانش تونستی از اون نمودار چیکار کنی؟ پیدا کنی. آیا نمودار ایکسی تمومه؟ نه، بیا اینجا میخوام چند تا نکته مهم راجبش بهت بگم. تو نمودار ایکسی چه چیزهایی مهمه بچه‌ها؟ اول از همه میگم یکی از مهمترین مواردی که همیشه سوال راجبش، جهت حرکت. جهت چی بچه‌ها؟ حرکت. چرا جهت حرکت مهمه؟ چون جهت حرکت به من چی رو نشون میده؟ علامت سرعت رو نشون میده. یعنی اگر یادت بهت میگفتم داری میری سمت راست، علامت سرعت مثبت، میری سمت چپ علامت سرعت منفی. حالا بیا اینجا، این محور ایکس دیگه، درسته؟ ببین میگن محور چی؟ ایکس. خب ببینش، اگر داری میری بالا، داری میری سمت مثبت‌تر دیگه، 1 2 3 4 5 10 15، ایکس داره چی میشه؟ بیشتر و مثبت. اگه داری میای پایین، ایکس داره چی میشه؟ منفی تر. پس حواست باشه. اون موقع وقتی صحبت میکردیم میگفتیم راست، مثبت، چپ، منفی. الان که محور ایکسمون رو داریم عمودی میکشیم میگیم بالا، مثبت، پایین، منفی. بالا، مثبت، پایین، منفی. پس اگر شما داری میری بالا، جهت حرکت بالا بود، علامت سرعت مثبت. پس اگه داری میری بالا، علامت سرعت مثبت. اگر داری میای پایین، علامت سرعت منفی. خوب اینجا رو نگاه بکن. من الان اینجا اول کار تو لحظه تو مکان 1 بودم، رفتم تو مکان 2 3 4، اومدم ناکن نمودار رو ببین، دست من رو ببین. همینجور که زمان داره میره جلو، این نمودار داره میره کجا؟ بالاتر. بالا داره میره یعنی علامت سرعت مثبت. تا کجا رفت بالا؟ خوب ببین اینجا رو، برات دارم اینجا رو مارکش میکنم. تا اینجا رفت بالا، از اینجا به بعد چی شد؟ اومد پایین. همین نمودار رو خوب دقت کن یاد بگیر، بقیه نمودار واسه آب خوردن شده. رفته اول بالا، بعد اومد پایین. بالا رفتن سرعت مثبت، پایین اومدن سرعت منفی. بالا رفتن سرعت مثبت، پایین اومدن سرعت منفی. پس فهمیدیم جهت حرکت به بالا سرعت مثبت، جهت حرکت به سمت پایین سرعت منفی. حالا نکته مهم. مگه نمیرفت بالا؟ آره. مگه برنگشت پایین؟ آره. اینجا رو ببین. اول کار سرعت مثبت بود، وایسادم، سرعتی شد منفی. یعنی اون جایی که سرعت مثبت بود یهو شد منفی، اینجا قطعا یه لحظه وایساده. اینجا قطعا چیکار کرده بچه‌ها؟ یه لحظه وایساده. پس اینجا که داشت میرفت بالا یهو اومد پایین، سرعت میگم چنده؟ 0. سرعت 0. این نکته رو حتما به خاطر داشته باش. مورد بعدی که باید روش بررسی بکنیم، گذر از مبدأ و بیشترین فاصله از مبدأ. بیا اینجا. من اینجا تو مکان 1 بودم، رفتم مکان 2 3 4، بعد دیگه اومدم باز پایین‌تر، شده 3 و 2، همینجوری رفتم پایین‌تر. آقا بیشترین مکانی که داشتم کجا بود؟ مکان 4. دیگه از این بالاتر نرفتم. پس بیشترین مکانم میشه مکان چی؟ 4. تو چه لحظه اتفاق افتاده؟ اگه لحظه‌شو پرسید، توی لحظه 2. بیشترین جایی که رفتم 4 بود، دوباره اومدم پایین. پس بیشترین مکان 4 تو لحظه 2. کجا رد شده از مبدأ؟ بیا اینجا ببین. رفت بالا، اومد اینجا رو ببینی؟ این لحظه حدوداً 3 و 6 دهم، 3 و 7 دهمه، ما بین 3 و 4. اینجا نقطه x مساوی با 0 چیکار کرد؟ رد کرد. اون موقع تو x های مثبت بودی کلا، تو الان اومدی تو چی؟ x های منفی. اینم از این. پس بیشترین فاصله از مبدأ شد 4. گذر از مبدأ رو هم که با هم دیگه دیدیم و بهتون نشون دادیم. بریم سراغ یه دونه پرسش. ببینیم آقا اوضاع چجوری است.
چیا یاد گرفتیم تا اینجا؟ من 1 دقیقه تایم میدم صورت سوال رو فقط بخون، اصلا جواب نمیخوام. یه دور صورت سوال رو بخون ببین چیا داره میگه تا بریم با هم دیگه تیکه تیکه این سوال رو کامل یاد بگیریم و با هم حلش بکنیم. سوال گفته با توجه به نمودار مکان زمان، یعنی اول از همه میدونم که نمودارم نمودار مکان زمانه، هم مکان نشون میده هم زمان. به سوال پاسخ بدید. سوال اولی داره بهت میگه که متحرک چند بار از مبدأ مکان عبور کرده. بچه مبدأ مکان چی بود؟ آها اینا رو واسه این چیدم کنار هم دیگه. اون لحظه که بود میگفتی آقا اینا آسونه، اینا رو داشتم میگفتم که کنار هم بچینیمشون برسیم اینجا سوال حل کنیم. مبدأ مکان چی بود؟ x مساویه با 0. متحرک چند بار از مبدأ مکان گذشته؟ دست من همراه باش. آقا داریم رو مسیری که رفتیم یه بار دیگه حرکت میکنیم. دارم میرم بالا. خب عدداش هم داریم دیگه، مثلا عدد 1 اینجا به فرض 2، اینجا مثلا 3 هستش، اینجا مثلا عدد -1. بیا اینجا داشتم از 2 میرفتم بالا، رفتم بالا، بعد اومدم پایین 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 پایین. بفرما اینجا از x مساوی با 0 رد شدم. میگه متحرک چند بار از مبدأ مکان رد شده؟ بفرما این یه بار شمردم. این چند بار؟ یه بار. برو بریم. رفتم دوباره منفی 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 آها دوباره رسیدم به x 0 رد شدم، رفتم بالا x های مثبت و باز همینجور رفتم بالاتر. پس الان بچه‌ها من یه بار اینجا از x مساوی با 0 رد شدم، یه بار اینجا از x مساوی با 0 رد شدم. مبدأ مکانم یعنی x مساوی با 0 دیگه. متحرک چند بار از مبدأ عبور کرده؟ 2 بار. کامل فهمیدی؟ مبدأ مکان همون x مساوی با 0. چند بارش رد شدی؟ 2 بار. بریم قسمت ب. میگه در کدام بازه‌های زمانی متحرک در حال دور شدن از مبدأ؟ تو کدوم بازه متحرک در حال دور شدن از مبدأ؟ یعنی داره از x مساوی با 0 دور میشه. آقا بیا اینجا. الان من اول کار تو مکان 2 بودم، دارم میرم سمت مکان 3. مکان چند دارم میرم؟ 3. آقا از 2 داری میری سمت 3، یعنی داری از 0 چی میشی؟ هی دورتر و دورتر میشی. پس یکی از جاهایی که من دارم در حال دورتر شدنم بازه زمانی 0 هستش تا t1. بازه زمانی چی؟ 0 تا t1. بعد از مکان 3 دارم میام تا برم به سمت 0، یعنی دارم بهش چی میشم؟ نزدیک میشم به مبدأ. بعد رسیدی به t2. قشنگ دست من نگاه کن. رسیدی به t2. از t2 داری میای هی میری دورتر میشی، دوباره مکان 0 بوده داره میری سمت منفی‌تر داره باز چی میشی؟ دور میشی. بازه بعدی شد پس t2 تا t3. بعدی از لحظه t3 که تو این مکان قرار گرفتی داری میری سمت دوباره مکان چی؟ x مساویه با 0. پس دوباره داری چیکار میکنی؟ به مبدأ نزدیکتر میشی. پس اینم قبول نیست. از لحظه t4 به بعد کلا داری دور میشی، هی مکان مثبت و مثبت‌تر میشن، یعنی میشه لحظه چی بچه‌ها؟ t4 تا t6 داری کلا چی میشیم؟ دورتر میشیم. میگه تو کدوم بازار متحرک در حال نزدیک شدن؟ بفرما دیگه. نزدیکا هم که پیدا کرده بودیم. t1 تا t2، اونایی که دور نمیشه داره نزدیک میشه دیگه. t1 تا t2 و t3 تا t4. t3 تا t4 این هم هست. بریم قسمت بعدی. جهت حرکت چند بار تغییر کرده؟ جهت حرکت تغییر کرده یه بار اینجا راه رفتم واسه دیگه. زمانی که داشتیم میرفتیم سرعت مثبت بوده، داشتیم سمت مثبت ها میرفتیم، یهو وایسادیم اومدیم سمت چی؟ منفی ها. خوب ببین دست منو بچه‌ها. داشتم میرفتم بالا، میرفتم کجا؟ بالا میرفتی سرعت مثبت، بعد اومدی سمت چی؟ پایین، سرعت
منفی. پس اینجا تو چیکار کردی؟ جهتت عوض شده. جهت هم جایی که عوض شد سرعت چی بود؟ 0. داشتی میومدی پایین، داشتی همینجور میومدی پایین پایین پایین، یهو رفتی بالا. یعنی اینجا سرعت منفی بود، سرعت شد چی؟ مثبت. یعنی اینجا هم تو چیکار کردی؟ تغییر جهت دادی. تو ادامه اینجا داشتی میرفتی بالا، بازم رفتی بالا، برنگشتی، کلا سمت بالا داشتی میرفتی. پس چند بار تغییر جهت داده بچه‌ها؟ 2 بار. تو چه لحظه‌ای؟ بفرما. یه بار تو لحظه T1، یه بارم تو لحظه چی بچه‌ها؟ T3. اینم خوشخط بنویسم، بعد می‌خوای جزوه رو تو پنل برداری بخونی راحت باشی. T1 و T3. سوال آخر، جابجایی. این خیلی مهمه، خیلی داره تکرار میشه، خیلی پرتکرار شده. این جابجایی در جهت محور x یا خلاف جهت. جابجایی یعنی چی؟ یادآوری نقطه شروع به نقطه پایان. نقطه شروع کجاست؟ بیا ببینم. اینجا. از اینجا شروع کردم. نقطه پایان کجاست؟ اینجا. بفرمایید. نقطه شروع تو چند بوده؟ 2. نقطه پایان چنده؟ 4. از نقطه شروع به نقطه پایان. اینجا محور x دیگه. بردار جابجایی رو مستقیم وصل می‌کردیم. از نقطه 2 که بودی، آقا رفته دوراشو زده، اومده آخر کار به چند رسیده؟ 4. نقطه شروع مهمه و نقطه پایان. بهت گفتم اگه محور x رو افقی کشید، سمت راست رفتی میشه هم جهت محور x، علامت سرعت مثبت. سمت چپ رفتی میشه خلاف جهت محور x، علامت سرعت منفی. تو محور x رو اگه عمودی کشید تو نمودار، میگی بالا رفتی هم جهت محور x سمت مثبت، پایین رفتی خلاف جهت محور x. بیا اینجا ببینم. جابجایی از 2 تا 4 بوده. در جهت محور x یا خلاف جهت؟ آفرین به تو. در جهت محور x. یادش گرفتی؟ اینم یکی از سوالاتی که خیلی خیلی سوال پرتکرار و پر اهمیتی هم هستش. بیایم اینجا. سوال امتحان نهایی خرداد 1400. ببینیم چی داره میگه. میگه شکل روبرو نمودار مکان زمان. دیگه الان باید بتونی همه‌شو حل کنی. تا اینجا تا با این مفاهیمی که گفتیم باید بتونی تا این قسمت پس رو کامل از پسش بر بیای که تمام مدل سوالات مختلف رو برات پوشش دادیم. تو جزوه هامون سعی کردیم هم حجم کم باشه و هم همه مدل سوالو داشته باشه. یعنی دو طرف رو با هم برات داریم. نه اومدیم یهو 500 تا سوال گذاشتیم که هیچ وقت نتونی بخونیشون. نه اینکه از مطالب بزنیم. یعنی انواع تیپ سوالات داخلش هست. شکلی روبرو نمودار مکان زمان یک متحرک رو تو راستای محور x حرکت میکنه نشون میده. در کدوم لحظه بیشترین فاصله از مبدا رو داریم؟ خب بفرمایید. ما اول کار اینجا بودیم، رفتیم بالا، دیگه اومدیم پایین. کجا از همه بیشتر فاصله داری؟ بفرمایید اینجا. رفتی بالا، اومدی پایین‌تر. داری می‌بینی؟ شما الان توی این نقطه بیشترین فاصله از مبدا رو داری. توی این نقطه چی داری؟ بیشترین فاصله از مبدا حرکت رو ما توی این نقطه داریم. پس یک روبرو نمودار مکان زمان حرکت رو نشون میده. اولین سوالی بوده در کدوم لحظه متحرک بیشترین فاصله از مبدا مختصات رو داره؟ بفرما. این مکان تو چه لحظه‌ای بوده؟ لحظه T1. بریم سوال بعدیش. اومده میگه که جابجایی کلی متحرک بچا، جابجایی کلی تو جهت محور x یا خلاف؟ بیا ببینیمش. جابجایی کلی یعنی نقطه شروع به نقطه پایان. نقطه شروعت کجا بوده؟ اینجا. نقطه پایانت کجاست؟ تو لحظه T3 اومدی تو این مکان. نقطه شروع به نقطه پایان. بگو ببینم. رفتی بالا تو جهت محور x یا اومدی پایین؟ اومدی پایین. وقتی اومدی پایین یعنی خلاف جهت محور x. سوال چی گفته بود؟ گفته بود جابجایی تو جهت یا خلاف جهت؟ میگی خلاف جهت محور x. گفته جهت حرکت متحرک چند بار تغییر کرده؟ از تو میخوام این شکل رو ببین. جهت حرکت چند بار تغییر کرده؟ 2-3 ثانیه روش فکر کن. خب اول داشته میرفته کجا بچه‌ها؟ بالا. بالا سرعت مثبت، اومده پایین سرعت منفی. داشته میرفت بالا، داشت میرفت بالا، اومد پایین. اینجا سرعت صفر شده و جهت حرکت متحرک چی شده بچه‌ها؟ تغییر کرده. رفته بود بالا، اومد پایین. پس چند بار جهت حرکت متحرکتون تغییر کرده بچه‌ها؟ در چند بار تغییر کرده؟ 1 بار. تو کدوم لحظه تغییر کرده؟ تو لحظه T1. سوال بعدی
در کدوم بازه زمانی متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ؟ اینجا رو ببین، دارم از مبدأ چی میشم؟ دور میشم. دارم میرم تو ایکسای بیشتر. دارم به مبدأ چی میشم؟ نزدیک میشم. یه بار از مبدأ دور شدم، حالا به مبدأ دارم چی میشم بچه‌ها؟ نزدیک میشم. پس شد مفهوم دور شدن از مبدأ و چی؟ نزدیک شدن به مبدأ. حالا بازه زمانیش رو هم بهش میگیم. تو بازه 0 تا T1 داشته دور میشده از مبدأ. تو بازه T1 تا T2 داره به مبدأ نزدیک میشه. دوباره تو T2 تا T3 داره از مبدأ چی میشه؟ دور میشه. ببین اینجا داشت میرفت بالا، داشت دور میشد. اومد به سمت x مساوی با 0 داره نزدیک میشه. دوباره از x مساوی با 0 داره چی میشه؟ دور میشه. داره تو منفی تر. پس اینجا میشه چی؟ دور شدن. و سوال آخر، در کدوم لحظه متحرک از مبدأ عبور کرده؟ وقتی واژه مبدأ رو خالی به کار برد، مبدأ یعنی مبدأ مکان. مبدأ مکان یعنی x مساوی با 0. تو کدوم لحظه تو رسیدی به x مساوی با 0؟ بفرمایید. اینجا. داری می‌بینی؟ توی اینجا. توی این لحظه تو رسیدی به x مساوی با 0. لحظه چیه بچه‌ها اسمش؟ لحظه T2. لحظه چی؟ T2. اینم از این سوال. بریم ادامه. پرسش 11 رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. میگه شکل روبرو نمودار مکان زمان حرکت یک متحرک رو در راستای محور x داره بهمون نشون میده. الف، در کدوم لحظه بیشترین فاصله از مبدأ رو داریم؟ برو بریم. اینجا زمانه، اینجا چیه؟ مکان. بگو. اینجا زمان، اینجا چیه؟ مکان. مکانم اول کار 0 بوده، همینجور رفته زمان جلو، من رفتم بالاتر تا رسیدم به مکان چند؟ 9. بعد یه چند ثانیه رو خود مکان 9 بودم. مثل این میمونه من یه چند ثانیه گذشت رفتم جلو، یه چند ثانیه وایسادم یه نفسی بگیرم، بعد دوباره میرم جلو. اینجا این اتفاق افتاده. پس توی این لحظه چیکار کرده بوده؟ توقف کرده بوده. این رو بدون. این حالا نپرسیدن توقف کجا بوده. میتونه یه ادبیات جدیدی به سوالات از امسال اضافه بشه. کجا توقف کرده؟ اینجا. ایکسش تغییر نکرده. بعد دوباره رفته بالاتر تا رسید به 16. تو کدوم لحظه متحرک بیشترین فاصله رو داره؟ آقا لحظه‌ای که تو مکان 16 باشی. تو مکان چند باشیم بچه‌ها؟ مکان 16. میشه لحظه چی؟ لحظه t مساوی با 8. تو لحظه t مساوی با 8 تو مکان 16. سوال بعدی. سرعت متوسط به دست بیار. پس میتونه سرعت متوسط و تندی متوسطم قاطی کنه با این سوالات رو نمودار اینا رو ازت میخواد. سرعت متوسط متحرک رو تو بازه زمانی 6 تا 8 میخوایم. میگم سرعت متوسط میشه چی بچه‌ها؟ جابجایی تقسیم بر زمان. از ثانیه 6 تا 8 چند ثانیه گذشته؟ تو بازه زمانی این دیگه از 6 تا 8 چقدر گذشته؟ 2 ثانیه. چند ثانیه گذشت بچه‌ها؟ 2 ثانیه. سرعت متوسط میخوام یعنی جابجایی. لحظه 6 کجا بودی؟ اینجا. بذار من با یه رنگ دیگه برات نشون بدم. لحظه 6 کجا بودی؟ اینجا. لحظه 8 کجایی؟ اینجا. تو لحظه 6 تو چه مکانی بودی؟ 9. رفتی به چند رسیدی؟ به 16. از 9 تا 16 میخوام ببینم چقدر جابجا شدی. برای جابجایی میگفتیم مکان نهایی منهای مکان اولیه دیگه بچه‌ها. پس مکان نهاییم چنده؟ 16 منهای مکان اولیه هم که 9 تقسیم بر 2. 16 رو منهای 9 میکنیم میشه چند؟ 7. 7 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 3.5. 3.5 چی؟ متر بر ثانیه. پس سرعت متوسط شد جابجایی به زمان. تو بازه زمانی 6 تا 8 من 7 متر رفتم بالاتر. 7 تقسیم بر 2 3.5 متر بر ثانیه. و سوال آخر. مسافت طی شده تو بازه زمانی 0 تا 8 چقدر بود؟ بیا اینجا. اول کار از ثانیه 0 تا 8 میخواد دیگه. رفتم رسیدم تا 9. یه چند لحظه وایسادم. رفتم تا رسیدم به چند؟ 16. ببین من اینجا بودم تو مکان 0. رفتم جلو رسیدم به مکان 9. یکم وایسادم. دوباره رفتم جلو رسیدم به مکان چند؟ 16. یعنی من کلهم چقدر رفتم جلوتر؟ 16 تا رفتم آقا. اول کار تو مرحله اولیه 9 تا رفتم بالا. تو مرحله بعدیم یه 7 تا رفتم بالا. عملا رسیدم به مکان چند؟ 16. بچه‌ها تغییر جهت داشتیم یا نداشتیم؟ نه، همه یه جهت بوده. پس مسافت جابجایی تازه یکیه ها. مسافت طی شده چقدره؟ 16 متر. اینم از این سوال. یادش گرفتی کامل؟ بریم ادامه پس.
سوال بعدی یه سوال کاملا مشابه همون سوال قبلی ها هستش. اینو وقتی جزوه رو تو پنل داشتید حتما سوال شماره 12 رو پاسخ بدید. اگر ابهامی هم بود که کامل در خدمتتون هستیم و میتونید رو مطرح کنید و بپرسید. میخوایم الان یه کوچولو راجع به شیب صحبت بکنیم. راجع به چی صحبت کنیم بچه‌ها؟ شیب. راجع به چی؟ شیب. الان من یه خط برات رسم کردم. این خط من. اینم یه خطی دیگه. این خطی که من رسم کردم شبیه یه سربالاییه. شبیه چیه بچه‌ها؟ سربالایی. یعنی هر چقدر زمان داره میگذره شما داری میری بالاتر. بهش میگن چی؟ سربالایی. این چی؟ بهش میگن سرازیری. هر چقدر زمان داره میگذره تو داری میای چی؟ پایین‌تر. هر چقدر زمان میگذره داری میای کجا؟ پایین‌تر. پس ما به این میگیم سربالایی، به این میگیم چی؟ سرازیری. هر چی زمان میگذره داری میای پایین‌تر، هر چی زمان میگذره میری بالاتر. اگر خطای شبیه این داشتی ما میگیم اینها شیبشون چیه بچه‌ها؟ مثبته. شیبشون مثبت. شیب مثبت. اگر خطای شبیه اینها داشتیم میگیم شیبشون چیه؟ منفی. این شیبی که اینجا میبینی که بعضی بچه‌ها ازش میترسن آخر کار مثبت منفیشو اشتباه میکنن، با همین مفهوم از پسش برمیاد. یا سربالایی شیب بگو مثبت، سرازیری بگو شیب منفی. حالا میخوام شیبا رو مقایسه کنم. علامتشو که فهمیدم. سربالایی شیبای مثبت، سرازیری شیبای منفی. کنارش هم برات می‌نویسم یادت نره. اینو میگیم سربالایی، اینو میگیم چی؟ سرازیری یا سراشیبی. بهش میگن چی؟ شیب منفی. حالا میخوام شیبا رو با هم مقایسه کنیم. این خط رو ببین و این خط رو. این خط شماره 1، این خط شماره 2. من میخوام ببینم شیب 1 بیشتر یا شیب 2. شیب 1 بیشتر یا شیب 2. نکتهشو بذار بهت بگم. اصلا بدون حساب کردن چون خیلی از سوالاتی ما داریم که اصلا شما نیاز به حساب کردنش نداری. فقط لازمه بدونی اون شیب کمتر شده یا بیشتر شده. اینجا رو نگاه بکن. من میگم ما یه چیز داریم به اسم خط عمود. خط چی؟ عمود. فکر کن میخوای از یه دیوار راست بری بالا. خیلی سخته. چرا سخته؟ چون خیلی شیب زیادی داره. فکر کن یه بار از این جاده میخوای با ماشین بری بالا، جاده شماره 2، یه بار از جاده شماره 1. کدوم یکی سخت‌تر و شیب جاده بیشتره؟ باریکلا، جاده شماره 1 خیلی سخته. شیب چیه؟ شیب به شدت زیاده. ما اصطلاحاً میگیم هر چقدر خطت زاویه‌اش نزدیکتر شد به خط عمود، هر چقدر اون خطی که شما داری زاویه‌اش نزدیکتر شد به خط عمود، میگیم شیب بچه‌ها چیه؟ بیشتر. شیب بیشتر. الان اینجا رو نگاه کن. الان این خط 1 به خط عمود چیه؟ نزدیکتر، میگیم شیبش بیشتره. خط 2 رو نگاه کن. زاویه‌اش بزرگتره، زیاد نزدیک نیست. پس هر چقدر اون خطی که من دارم زاویه‌اش نزدیکتر شد به خط عمود، میگم شیب چیه؟ بیشتر. این که داریم تو شیبای مثبت میگیم تو شیبای منفی هم صدق میکنه ها. اینجا رو نگاه بکن. این خط عمود، این یه خط، این یه خط دیگه. این خط شماره 3، این خط شماره 4. میخوام ببینم، داریم اندازه عددی مقایسه میکنیم دیگه. میخوام ببینم شیب خط 3 بزرگتر یا شیب خط 4. اوکی، شیب جفتشون منفیه، کار با این ندارم. جفتشون سرازیریه، شیب جفت منفی. میگم این جاده شیب به نسبت بیشتری داره یا این جاده؟ میگی هر چقدر خط شما زاویه‌اش نزدیکتر باشه به خط عمود، شیب ما چیه بچه‌ها؟ بیشتره. شیبمون بیشتره. پس الان تو این حالت میگم شیب من چیه؟ بیشتر. تو این حالت شیب چی؟ کمتر. پس هر چقدر خط من زاویه‌اش نزدیکتر به خط عمود باشه شیبش بیشتره. این مفهوم رو اینجا با هم دیگه راجع به شیب‌ها یاد گرفتیم. علامت شیب و اینکه کجاها شیب بیشتره، کجاها شیب کمتر. بچه‌ها یادت میاد که من اومدم بهت گفتم میخوام چیکار کنم؟ سرعت تعیین کنم. تو چی؟ نمودار مکان زمان. بهت میگفتم اگر داری میری بالا، اگر داری میری بالا میگفتم شیب چیه؟ مثبت. یعنی چی؟ میگم آقا بذار پس یه پیش نیاز اول بهت بگم، یه یادآوری واسط بشه. آخرای تایم میخوام یه چند تا نکته قشنگ بهت بگم، حواسو جمع کن، اینا رو یاد بگی یا تمامش کنیم امروز. حواس اینجا. میگم من
اینجا یه نموداری دارم، نمودار xt. نمودار چیه؟ xt. اینجا زمان داده، اونم مکان رو بهمون داده. محور xt. میگم این نمودار من. نمودارم پررنگش میکنم. این نمودار من. میگم اول کار داشتم میرفتم کجا؟ بالا. تو محور x وقتی داری میری بالا، میگفتیم یعنی سرعت چیه؟ مثبت. بعد رسیدی تا اینجا اومدی پایین. می اومدی پایین‌تر، هی داشت x کمتر میشد. x داشت کمتر میشد. میگفتیم سرعت چی شده؟ منفی. اینجا میگفتیم هم جهت محور x و میگفتیم خلاف جهت محور x. حالا خب یه چیزی باحال نشونت بدم. یه خط به این مماس بکن. به تیکه اول. یه خط مماس کن. خط مماس کردی. ببین اینجا. اومدیم به این خط مماس کردیم. به من بگو این خط شیبش مثبت یا منفی؟ آها، شیب مثبت اینجا. سربالایی دیگه. بیا به این تیکه خط مماس کن. بگو ببینم شیبش مثبت یا منفی؟ باریکلا، شیبش چیه؟ منفی. یه نتیجه باحال گرفتیم. گفتیم که شیب خط توی نمودار چی؟ xt، نمودار مکان زمان، به من چی رو نشون میده؟ علامت سرعت. نه شبیه کتاب اونقدر سخت گفتیمش، نه شبیه اون چیزی که قبلا شنیده بودی. خیلی آسون. ما قبلش یاد گرفته بودیم که وقتی میریم بالا x همون داره بیشتر میشه، تو جهت محور x پس سرعتمون میشه مثبت. کجا یاد گرفتیم؟ همون زمان که داشتیم ماشین میکشیدیم، حرکت میکردیم. بعد اومدیم، الان یادآوری میکنم اگه دیرتر به کلاس اضافه شدیم. بعد وقتی داشتیم میرفتیم سمت پایینتر، x همون خلاف جهت محور x بود، گفتیم سرعتمون منفیه. شیب رو هم یاد گرفتیم دیگه. الان داریم یه نتیجه گیری جمع-بندی میکنیم. میگیم تو هر تیکه از نمودار xt تو بهش یه خط مماس کنی. اگه شیبت مثبت بود سرعتت هم مثبت، اگه شیبت منفی بود سرعتت هم منفی. الان این تیکه خط مماس کردم به نمودار xt، شیب مثبت، سرعت مثبت. کارت پس آسان‌تر شد. خط مماس کردم، شیب منفی، پس علامت سرعت هم چی شد؟ منفی. اینجا رو نگاه کن. مقایسه سرعت میخوام انجام بدم. چیکار میخوام بکنم بچه‌ها؟ مقایسه سرعت انجام بدم. خوب دقت کن. الان اینجا رو ببین، این دوتا رو. نمودار چیه؟ xt. نمودار چیه بچه‌ها؟ xt. من یه بار اومدم توی این لحظه خط مماس کردم، یه بار توی این لحظه، یه بار تو لحظه t1، یه بار تو لحظه t2 خط مماس کردم. به من بگو ببینم اگر خط مماس کنی به نمودار x چی رو بهت نشون میده؟ باریکلا، سرعت. اگر به نمودار xt داشته باشی خط مماس کنی چی نشون داد؟ سرعت. حالا میخوام این دو سرعت رو واسه من مقایسه کنی. من به x خط مماس کردم، از مبحث قبلی یاد گرفتم که اگر خط مماس کنم به هم سرعت نشون میده. حالا میخوام سرعتش رو واسه مقایسه کنی. بگو ببینم شیب خط d2 بیشتر یا شیب خط d1؟ میگفتم چیکار میکنم؟ یه خطچین رسم میکنم. یه خطچین رسم میکنم. به نظر تو این d2 نزدیکتره زاویه‌اش یا d1 نزدیکتره؟ باریکلا، d2 به خط عمود چیه؟ نزدیکتره. پس من میگم اینجا وسط مینویسم، میگم شیب خط d2 بیشتر، بنابراین سرعت توی این لحظه که به اسم لحظه t2 باشه بیشتر. تو نمودار xt خط مماس چی نشون میداد؟ سرعت. تو نمودار xt خط مماس سرعت، هر چقدر شیب بیشتر سرعت بیشتر. آخرین مطلب رو بگیم و جمع و جورش کنیم. نمودار چیه xt؟ سوال امتحان نهایی بوده، شکل کتاب درسیته. نمودار چیه؟ xt. تو نمودار xt داره از من یه سوال میپرسه. چی پرسیده بچه‌ها؟ پرسیده به من بگو ببینم سرعت داره کاهش پیدا میکنه یا سرعت داره افزایش پیدا میکنه. خب فکر میکنم تو نمودار x چجوری سرعت میفهمیدم؟ خط مماس میکردم. شیب خط هر چقدر بیشتر سرعت بیشتر، شیب خط هر چقدر کمتر سرعت کمتر. بیا ببینم اینجا. اول کار اینجا یه خط مماس میکنم، این خط اولی.
بعد یه دونه خط دیگه مماس میکنم اینجا. بگو ببینم به نظر تو شیب کدوم یکی بیشتره؟ آها، این خط شیبش بیشتره، این شیبش چی شده؟ کمتر شده. هر چقدر به عمود نزدیکتر شیب بیشتر. اسم اینو میذارم خط D1، اسم اینو میذارم خط D مثلا 3 هست. خط D1 خط چی؟ D3. شیب کدوم بیشتره؟ میگی شیب خط D1 بیشتر. چون شیب خط D1 بیشتر، پس سرعت چیه؟ بیشتر تو اون لحظه. اول سرعت زیاد بوده، بعد سرعت چی شده؟ کم شده. سرعت زیاد، سرعت کم. شیب زیاد، شیب کم. سرعت کم شده یا زیاد؟ سرعت کاهش پیدا کرده. سرعت چه اتفاقی افتاده بچه‌ها براش؟ کاهش پیدا کرده. خوب متوجه شدی؟ سوال یا اشکالی هست؟ اوکی. خوشبختانه که کامل هم یاد گرفتم. سوالاتی که میپرسم ازت سوال یا اشکالی هست بابت اینه که اگر هر گونه اشکالی بود خیلی راحت میتونید تو پنلتون بعد از ثبت نام سوالاتتون رو مطرح بکنید و در خدمتتون هستیم. سوال بعدی هم که قرار با هم دیگه حل کنیم سوال مربوط به خرداد 403 هستش. به جایی که الان حلش بکنم سوال خرداد 403 رو با توجه به مفاهیمی که یاد گرفتی میذاریمش واسه کی؟ جلسه بعدی. چرا؟ واسه اینکه مطالبی که تا اینجا خوندی رو اول یه مرور بکنی، یه نگاه بندازی، یه مرور انجام بدی، جزوه‌اش رو داخل پنل برداری، نگاه بکنی و بعد جلسه بعدی که میایم اولین سوال با سوال 403 شروع کنیم. نهایی 403 رو حل بکنیم، بعدم تست‌های مختلفی رو از این قسمت با هم حل کنیم تا برای سوالات سخت‌تر هم آماده باشید. بچه‌ها تو این جلسه سعی کردیم مفاهیم اولیه رو تو جلسه صفرمون با هم دیگه صحبتشو انجام بدیم. جلسه اولیه که داشتیم فصل حرکت شناسی از اون فصل‌های پرپیمونیه که اگر همین مفاهیم اولیه رو خوب یاد گرفته باشی میتونیم کنار هم بذاریمشون، سایر مطالب رو هم کنار هم با هم دیگه یاد خواهیم گرفت تا یه فصل کامل بتونیم جمع و جور بکنیم. بچه‌ها بعد از این جلسه شما میتونید داخل سایت ثبت نامتون رو انجام بدید. توی سایت ثبت نام رو که انجام بدید اتفاقی که براتون خواهد افتاد به این صورت هستش بچه‌ها که جزئیاتی که هست به اضافه تمرینات به اضافه آزمون‌هایی که هست براتون هر جلسه داخل پنل کاربریتون قرار میگیره. شما میتونید اونها رو به راحتی حل بکنید. سوالی پرسشی بود، پاسخی بود، توی جلسات بعدی پرسش پاسخ رو هم سر کلاس خواهیم داشت با هم دیگه که بتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید و اگر هر قسمت اشکال یا ایرادی داشتید میتونیم کامل اونها رو با هم دیگه در میون بذاریم و سوالاتتون رو مطرح چه تو پنلتون چه سر کلاس به صورت لایو توی چت. مورد دوم که بچه‌ها می‌خوام راجبش با هم صحبت بکنیم در رابطه با این موضوع هستش که ما تو این کلاس آیا تستنی هم انجام میدیم؟ بله. بعد از این که مفاهیم رو یاد گرفتیم نه به اندازه تست مثلا پایه واسه کنکور، بلکه اینو برای بچه‌های 12 مشخص بکنم ما با توجه به اهمیت بسیار بالای امتحان نهاییتون و با توجه به اینکه دانش آموز ما با یه نمره عالی نهایی میتونه خیلی مسیر رو جلو بیفته فوکوس کلاس رو گذاشتیم بر روی امتحان نهایی و تست هایی رو که خواهیم زد برای اینکه شما بتونید با اون رویه تستنی استارت بزنید آشنا بشی. تستای 12 هم یه سریاشو بتونید هر جلسه کنکور هم حل بکنی، اما با توجه به اینکه سوال سختای نهایی رو بتونی پاسخ بدی. پس اگر میخوای همراه ما باشی در ادامه مسیر میتونید داخل سایت ثبت نامتون که انجام دادی برای جزوات و همه چیز در اختیارت قرار خواهد گرفت. و نکته مهم، اگر جلسه ای رو نتونستی حضور داشته باشی، اگر جلسه مریض شدی، خواب موندی، مشکلی پیش اومد برات، هرچند که من پیشنهاد میکنم همیشه آنلاین همراه ما باشی، اما به هر دلیل مشکلی برات پیش اومد تو میتونی به راحتی فایل آفلاین شدهش رو، ویدیوی ضبط شدهش رو چند ساعت بعد از اتمام کلاس مشاهده بکنی، کامل مطالب رو یاد بگیری و از کلاس عقب نمونی. اگر هم این ویدیویی که الان دارم برات ضبط میکنیم، داریم کلاس لایو و آنلاینش رو داریم میریم، اگر یک ماه از این ضبط گذشته و تو الان داری ویدیوی ما رو میبینی نگران نباش. بعد از ثبت نام توی سایت تمامی جلسات قبلی برای تو اونجا بارگذاری شده و تو میتونی 2-3 قسمتی که جا موندی و الان داری یه مقدار دیرتر کلاس ثبت نام میکنی مشاهده بکنی و بعد از اون ادامه کلاس رو به صورت آنلاین با ما همراه باشی. به امید دیدار و خدا نگهدارتون.